اومدم با یه مرغ بریونی رژیمی طور که اگه با کلیپ با من همراه باشی متوجه میشی. یه مرغ سالمو از شکم برش دادم، از کمر چند تا برش زدم روی مرغ که ادویه و مواد خوب به خورد بافت گوشت مرغ بره. اگر برش ندیم و روی پوست رو ادویه بزنیم اصلا مرغ طعمدار نمیشه. به مدت 2 ساعت میذاریم کنار تا تو مواد استراحت کنه. سیب زمینی ها رو با پوست شستم، برش های درشت دادم و میبینید که با 2 قاشق غذاخوری روغن، کمی نمک و فلفل سیاه آویشن طعمدار کردم، ماساژشون دادم و همینجور که اصلا سینی فر رو هم چرب نکردم، مرغمون رو همراه سیب زمینی ها تو سینی فر گذاشتیم و به مدت 35 دقیقه در دمای 200 درجه فر گریل بالا و پایین رو روشن میکنیم و میذاریم که این مرغ خوشمزه و خوش طعم و طلایی رنگمون به این شکلی که توی کلیپ میبینید در بیاد. این مرغ رو حتما درست کنید با همین میزان حرارت و دمایی که گفتم. واقعا که میبینید گوشتش انقدر ترد و لذیذ میشه که اصلا توی دهن آب میشه. پس اگر تا الان درست نکردی پاشو درست کن و نتیجه رو برام کامنت کن. موفق باشید.